علیکم دوستان عزیز. باز این یک برادر دیگر از ناحیه کوشونیون باختر باز از دست چیچینو معیب شده است. من محمد گپ زدم. السلام علیکم برادران عزیز. شما یادم کنید خدا روی کنید زن فرزندم رحمت کنم محمد. این برادر سوق سلامت بود، در یک فرم کار میکرد در شهر کازان رایون بوگلما. از دست چیچینو معیب شده است. یک ماه 28 روز شد این بچه در بیمارخانه خوب بود. انا با این حال این بینگره فیدایتی خاتون کوچه وقتی و ابراهیم و خانه بیستیه. بگو کی در کجا چی شده نخوام چی گپ شد؟ چی واقعا رو داد؟ در بگلما شهر تتاریستان ما در فرما کار فعالیت میکرده همراه برادرهای تاجیک، ازبک، قرقی. بعد چی واقعا شد؟ بدبخت و حرام ما زدم معیب کردم بچه حالا آوردن چهل سال. کی زد؟ چهل سال زدم. که شدی واقعا؟ این واقعا همه روز اینا یک ماه 28 روز شد که با دستگیری برادرهای تاجیک که در همون بگلما من دستگیری کردم بانیسه بودم. یک تبابت کردم که تبابت با اوقع نرسید به همین حال گرفتار شدم. مسکو چی آمدید؟ مسکو برادرهای تاجیک عوام کردن که پیش اکای ایزد برو همین واقعه را بفهمم. احمد کلام با اکای ایزد دستگیری کرد، مرا قبول کرد. برای قبول کردنش هزار رحمت منت داد. انشالله روی میکنه میری خانم. انشالله روانو میکنه میری. کجا در میکنه؟ من 22 سم در میکنم، عذاب میکشم، نشاو دارم خواه نبود. این حال من دیدی اکم همه سگه دیدی اکم شب دست پون میکشم.